علیک السلام. علیک السلام جان. علیک السلام. اسمارم قبول کن. خوب هستی؟ بخیر؟ علیک السلام. علیک السلام. این که ما کسای قوم پرستی میکنن چی نصیحت و یا فایده نداره وطن دار. علیک السلام. اسمارم قبول کن. وطندار رو نمیشه موضوع لایف نوشته کردیم به خاطر که صفحه مجازی جور شده است. از طرف روز لایف ها را کاپی میکنه، دانلود میکنه از یوتیوب، روزانه لایف میمونه صفحه جعلی. فقط در هفته شبای یک شنبه میتونم بهم یک لایف خلاص در فیسبوک، البته اینستاگرام یوتیوب خونم معلوم دار است و اگر در او هم جعلی پیدا شد در او هم خواهد یک تصمیم گرفتیم. علیک السلام نجیب جان از طرف مصطفی نبی. علیک السلام. سلام. برود در تیک تاک گفت که مردی ناراحت شد. من نمیفهم وطن دار چه میگوی. سلام نجیب جان از طرف مصطفی. علیک السلام. سلام. علیک السلام. وطن داری جا یوتیوب از بالا آورده نمیشده. یک اترایش یاد داری بگو به من. جورسی خیرتی سارامیز کومنت بخوان میخوانم جان. سلام علیکم. کجایی؟ علیک السلام. چرا لایف آمدی؟ چرا تو سیل میکنی؟ سلام از طرف شاسفی کمانده. علیک السلام وطن دار. گره پدرشان تو از خاطری وا لایف نمیایی. درسته است ما از خاطری وا لایف نمیایم. خب به خاطر که از نام یک آدم استفاده کردن دیگه بسیاری ها امروز یک تعداد زنگ زده سر خورده است آمده است مسیج کده که والا تو در روز لایف میایی مسیج ما رو نمیخوانی. یا بدر 100 دفعه براتون گفتم که صفحه جعلی لایف کاپی یک ماه پیش دانلود میکنه میماند تکراری و 10 دقیقه 15 دقیقه چون امور 3-4 دفعه تکرار میمانه. همه قنه میفهمی شما بله که دنبالش میکنه دنبال کنه. من کارم ندارم ولی من خودم مستقیم که لایف بیایم دیگه از این به بعد زنده باشیم بخیر. شبای یک شنبه در فیسبوک لایف میایم خلاص. روز شب که میبینی کلش صفحه جعلی هست دیگه. شبا روزا که میبینی خبر باشی. وانشان وطن دار او دانه که پوره شد یک گپ واسطه لبانه میشه آدم میره از دنیا. خط ناوردیم که تا آخر تا روز قیامت زنده میباشیم دیگه ببینیم که او دانه ما تا چه وقت است. این خبرهای فیسبوکی و تیک تاکی را چه میکنی جوان؟ علیک السلام. بیرقی پشتت ایرقام چرک شده همورا بشه. آفرین سعی سعی خوب گفت. شبرد ناس ترام میگه که ما یک ما در چی ویدیویت کار نداریم. لایک کنه تو مردم مجتبا کیا همین مدن را بخوام. شبرد در جگرت نفس. فرزاد خان راحت دوست دارم بسیار زیاد جانم. اون فرزاد راحت شنید دیگه. لطفا این دیگه هیچ لایف نیاد. چرا چی شد لایف من قصهش نیستم. کل ملت که ریشخندی کنم و به خود کار زندگی میکنم نه مردم دلشان ریشخندی میکنن دلشان خیلی خندی. چی کنیمشان وطن دار؟ قدر غم و قسم میخوردیم و حال لخشک میکردیم باید.
بان که ریشخندی کنه سر پدر مادر خود ریشخندی میکنه بانش. آدم های بی نصب دیگه وا کجا نصب دارن وا خو با 4 تا خاطر و 4 تا لایک و کامنت رقاصگری را سر سرکا شروع کردیم. تا بالا رقاصه سر سرکا ندیده بودم، از یک کشور ندیده بودم بجز از افغانی های خود ما فعلا رقاصگری را شروع کردیم. بانشان که رقاصه شوند کمش کن چی میکنه وطن دار یا به رقاصگی یا به خمپلک گرفتن مقصد پیسه پیدا کنن زندگیشان پیش بره، از ما وطن تلبندوزی نکنن گمش کن. هرچی که دادیمشان هم خود گفتیم که نکنه رقاصگری نکنه فایده نکرد. در جای که او رفته باشد 10 سال خشکش کنی باز هم در او میره. این نسل رقاصه هیچ وقت او آدم شدنی نیست. او ثابت کده میرن به هر نوعی به هر شیوهی به طرحهای مختلفی رقاصگی خود ثابت میکنن که او مادرزاد رقاصه هستن، پدر در پدر رقاصه هستن. چه کنه همشه او بده شابرو جور است، جان جور است، شمال قماندان هستم، خوب است، خیرتی است. من اصلا مسلمان هستم. شابرو یک تا پودری در کابل تو را زیاد دو میزنن. گپ نیست، من درباره از او هم با گفتنی دارم. خیر باشه، ما از مردم خود از ولایت خود دفاع میکنیم، او در مقابل ما همچه چیزا جور میکنه. ای از انسانیت و شرافت ما، ای از توفه و تقدیر از اونا. خیر از مشکل نیست، گپی نیست. یک تاری سفید مانده 40 تایش هر کاری میکنه دو میزنه بعد میزنه بان که بزنه. تیک تاک در افغانستان بند شد، من خبر ندارم. حالا لایف های همه را کاپی میگیرن، این نسل ترام نمیشه، همگی بند کن لایف ها. نه من در قصه مردم نیستم. خوب هستی جوان؟ در لایف هستم. من چند دفعه زنگت آمده بود، زنگ زدم و خاموش بودی، من زنگت میزنم با. من در لایف هستم، در لایف. شکر در لایف هستم جوان، با زنگت میزنم. دیگه زنگ آمد برو وقت خوش با ما زنگت میزنم. باز ما زنگت میزنم جوان. خدا حافظ. اگر نسل ترام همراهت مقابل شوی عکس العملت چیه؟ جواب بده. باز هم او عکس العمل نشان میتیم چی بکنیم. نه متخرای کده نمیتونم تو محترم میگوی جوان. لایک کنه تو مردم بانشان دلشان لایک میکنن، دلشان نه لایک کنن دستایشان میده میشن. نه دنبوره با چی میکنی؟ دنبوره را بالا بیار میارمت. چا برو از طرف سب چی میکنی؟ سبش ما جوان. نصف ترام پیش طالبا رفته. بله بله سلام نجیب جان. علیک سلام. بالا آورده نمیشه جوان، نمیشه لالا، بالا آورده نمیشه. لایک کنید دمارم. خدا یارد چیگرخی نکن سر همگی تیک تاک جور میکنن. نه والا گدا قصه شان باشم یا در فکرش باشم یک کارم مونده یک از تا جور کنه. چی کنیم شما؟ سلام نجیب جان. علیک سلام. برو جان. من بالا کامنت بالا آورده نمیشه جوان. بیار بالا. بالا نمیشه. شاه برود جان منسی. خیر و خیرتی است و خیر است. شاه برود تایید هوادارت هستم. یک مهدی چاردی صدا بزن جان منسی. خدا یارت باشه لالا مهدی چاردی. سلام شاه برود. هیچ علیکم نمیگیری؟ نمیگی. علیک سلام هزاران علیک هزاران سلام خدمت شما. برود جان. من بالا چی نمیفهم جوان. شاه برود بیار بالا. نمیشه لالا اینجا یوتیوب است. در یک رای شیاد داره، چاره شیاد داره. مرا بگوی که من مرا کم کنم بالا بیارم. چی کار را میکنی؟ شاده شرکت های خدا میربان بالا آورده نمیشه. خدا کنه 10 تا جلی داشته باشی. چی کنم که یک تا داری 9 تای دیگه هم جور که 10 تا شود. شاید دقیق معلوم میشیم شد. ما دایم دقیق معلوم شدیم جوان.
سلام علیک سلام از ما رو قبول کن. برود در اینستاگرام نمیایی چرا؟ میایم دیگه شب آمده بودم هر شب دیگه نمیشه. برود جور استی خدا را شکر سلامت باشی. شب برود جان جور است. دیشب در اتاقم چوکی خدا با خود حرکت کرد. از ترس از او خواب فرار کردم. با بیدار شدی گپی نیست ها؟ مرا تیر از ما شتام است، حکومت تانم است، دگه تانم تا که دست پای ما جور است. شل شد نشدیم به خدا یک تکنان خدا پیدا میکنیم. برو بانمو نسل ترام در ماشتین که از سگ جفی خلاص شوند است و داشنام و نقدادن است قوم پرستی خلاص شوند. چه میکنی وطن دار؟ یکان خیش قوم تا ماشتین که برایش ها کل ملت خبر دارد سکت میزان جان شاگر جان جور است. در یوتیوب لینک فیس تابان که از فیسبوک های فیک بیغم شویم. میمونم شوشم جور میکنم میرم جور میکنم جوان. سلام شاگر نام ما را نگفتی سخت علاقمند هستیم. خدا یارت لالا انگلیسی هست. سلام شانا جیب خوب هستی قربانت سلامت باشی. امیر بخوان شاگر جانم. آصف مینوش چی بیرقای بالا. با امیدیم که یک روز از کتاب های اکادمیک گپ بزنیم. بسیار وقتا گپ دادیم جوان کسی قبول نکرده است. و مردم ما و شما که حدیث آیت است که او را قبول ندارند دیگه چی را قبول کنند؟ از گفته خدا و پیغمبر که یا دور هستند در گوششان نرفته است. مسلمان نیستند. نسل ترامپ و نسل پوتین و نسل ترامپ هستند. این که تذکره افغانی را به نام تذکره اسلامی دارند او دیگه خط جداست. مسلمان تذکره کیستند. درباره انتحار اموال چه گفتنی داریم؟ ما کار نداریم وطن دار. هر تا جوابش خودش میده. یک آدم میگو تا شمال نشوره بید نمیجا قرم. هیچ کس ناحق کشته نمیشه بجز یکان تا یکان اتفاقا رخ میده. در غیر زو ناحق کشته نمیشه جوان. حتما یک آدم یک کار میکده باشه که میکشندش. یکی چند رقم کشتن است. یکی از کنه سرای حکومت یا ملاس یا مولویس یا آمی از بیادر از حق دفاع میکنه. حقیقت میگو اونا جا بجای او را ترور میکنه. این کار خود حکومت هست. کار هیچ کس نیست به دستور ترامپ باقیشان. یک سوال شا بود کاردین میگوید نجیب را پول داده. ما سعی خوب کردیم گرفتیم خرچش کردیم. چه میکنیم؟ برود مانده ولایت بلو هستم میشه ببینم. چه میکنی مرا ببینی جوانه ندیده رایستی؟ سلام علیک سلام از ما را قبول کن. شما برود جواب بده بفرما. یکان خیش قومت سر کار رای جوان. چرا قدر خاموش هستی در این وقت ها؟ با فکرم نسل ترام شکست نه پدرشان شکست دادن نمیتونه خاطرتان جمع شد. برود در جگرت جانم نفس با پرچم خراسانی جانم هستی. قربانت خدا یارت باشه سلامت باشی. همین را بخوان در جگرت جانم. او در یک دفعه خواندم نگه خیجه اعلانای تجارتی نیست جوان. خدا یارت اگه تو میمون میشی بیا بفرما. بالا بیار آورده نمیشه بالا. شابرود سلام علیک سلام از ما را قبول کن. همین لایف یک شیار بکنه وطندار که یک تعداد خبر شوه که ما در طول هفته فقط شوای یک شنبه لایف میم کوام ساعتش با شما بگویه که 9 بجه شو به وقت ترکیه 10 بجه 11 بجه 12 بجه 8 بجه هر بجه را گفتیم مشکل نیست. هر هفته شوای یک شنبه میتونم یک لایف میم که مردمان رخصت باشه با هم دیگه صحبت کنیم. یک دقیقه خستگی و موندگی ما گم شود. سلام و شاکرون نجیب بابا خوب هستی؟ خدا را شکر قربانت سلامت باشه. شب برود من شیر کردم. خدا یارت باشه جوان. با ما پول رای نکو جوان. با پدر مادرت با قوم اقاربت روان کو. چی میکنی مرا جوان؟
دق معلوم میشه نه گپ نه زمان به خیرتی پول رای نه کلالا با قوم خیشت رای کو با خانوادت رای کو شب سلام برسه از طرف عبدالواجد نوید خدا یارت علیک سلام مورم قبول کو نجیب خواستت از دولت چیه خواست ما از دولتی است که قانون مسلمانی روی کار شود نه قانون ترامپ و پوتین و برایم خان از مرز وطن دفاع کنن از خاکش دفاع کنن از ننگ و ناموسش از غریب و بیچاره پرسان کنن نه که به ادب چیزی که دلار نختان میه یا پوشاکه خوراکر چه که میه بیادر گم میشه در خارجا بلند منزل جور میکنن خود سگم قوم پرستی را گم کنن صلح که مسلمان کنن نه که امریکا به خدا خیلی مردم ما خراب شده هر آن عمل شر را که بخوانند در مقابل پول انجام میدن 100% 1000% چطور نیست شما نجیب درباره همین پنجشیری ها که در کوچه ها فیر میکنن ما چه کار دارم او در مخ نماینده پنجشیر نیستم تنها پنجشیری فیر نمیکنن روز کرکت افغانستان پاکستان برده بود کجا را برده بود چه رقم حال بود نفر نمرد کی او را پرسان کرد این روزانه قدر که پیرانای خوار مادرشان میترقانند خدا چندی تا را به شهادت میرسانند این را کسی چرا پرسان نمیکنه چرا خواستی مردم از این نسل انتحاری چیست تا سالانه که یک روز یک سالگرد عمر صاحب از قهرمان ملی چه رقم دسیسه و دلایل جور میکنید یا روز که قلبه کشی از در وطن از او کسی پرسان میکنه نمیکنه که یک تا کل یهود چی رقم حالت آورده از در وطن سک صاحب خدا نمیافه مکتب علاقه دست خان پنتون علاقه دست غریبکار غریبی را کلش از دست انتحار انفجار و آدم کشی و پدرنالتی مقابله را در زمان در وقتی که بتوان آدم است توان آدم پوره باشه جوان از هر نگاه اون وقت تمامیت مفصل جوان بیرقای تمیشه بالا سیاه بود هیچ نظر های نسل پوتین و ترام اختار نداده هیچ بیخی درباره‌شان گپ نمیزنید چه کنه ما سکو بدرند ها خدا یارت نجیب بسیار خوب انسان است قواره هیچ مهم نیست خدا یارت باشه خدا یارت قربانت سلامت باشی بخیر باشی ما دلم برایت میسوزه چون که بسیار تنها هستی مشکل نداره وطن دار در این شرایط باز به بار که بودن کده با دل غسک و دل سیتک بودن کده تنها باشی بهتر است شاهها را جدایی گرغم است ریشه هایشان دست در دست هم است خدا یارا شما از یوتیوب پول به دست میاری یا خیر نه تا فعلا نخونه آوردیم نمیفهمم این کدام چی حساب است شما با اگر روزهای شنبه ها لایف بیایی خوب میشه چرا که همگی از کار و بار رخصت گپی نیست شو بگوین شو وقتش تعیین کنن اونا ما یک پست میمانم دم پیچه که لایف میایم اونا میتونن نظرشان بتن که شو بیم یا روز بیم هفته یک دفعه مشکل ندارم مجرد هستیم جوان شما بود پیام ما را جواب نمیتی میتونم جوان سلام برسه از طرف احمد زبیر فروتن علیک سلام از ما را قبول قوتن دار میخوانم پیام تا سلام برسه علیک سلام وطن دار ما که ایسا که 1,000,000 دو نوشته کنید تو اونمو عزت و شرف به وجدان هستی که مناجات با خدا نام تا نوشته کده این مناجات با خدا ولی اینجا با دو نوشته کده میری مشکل نداره خدا یارت باشه بازم فقط سر در گریبان خودت بکو که نام چی نوشته کده اما نام خدا که آدم قماندان میشه رئیس میشه عمر میشه عسکر میشه اجیر میشه اونمو مقام منزلت خدا حفظ کنه بسیار مردم از رئیس هاست دگاست که دوپه است نامش رئیس هست ولی یک رقم دوپه پدنالت است که ایت پرسان نکود یک تعداد جنرال میشه میگو
خر به بلندی زین خود چه میفهمه دیگه اگه آدم که لایق جنرالی نیست بیادر رو که از طریق واسطه و پیسه جنرال میشه او لیاقت او جا رو نداره دیگه او مقام منزلت و جنرالی را چه میفهمه مثلا که 1000 کار فحشا میکنه مثلا همین داود سلطانزوی از چه سگ بود اگه همین شاروال بود باید یک دفعه دروغایش برآمد دوستیایش برآمد که تیاره را فروخته بود دیگه دروغش که ولایش افغانی توس یا کلشان که از مسئله خواب زدن در چشم ملت است ما ویدیوش شیر کرده بودم خیلی وقت بود ما اون توسن که شده بود چی میگه همه الان ویدیوش در یوتیوب سایت کنه در فیسبوک ها هست ولی کار از طرف شو یک جایش خوردن و خوابیدنشان یک جای در روز که میشه ما را لطه سرخ جور میکنن شو که از کلشان کارکشان جور است ولی همون مقام منزلت خدا حفظ نکرد که شاروال شد برو یک دفعه گوید برآمد که تیاره را دوزی کردی دوسیت برآمد دیگه حالا بیادر دعوا کش ساختن گیرد کردن اینه تو یک آدمی که لیاقت شاروالی را یا جنرالی را یا دگروالی را نداشته باشه که بتندش او را افزام کردن نمیتانه جوان ای بود ما جواب بتا شا برود همین مسیج های انستاگرامت چکو برات یک ماه هست مسیج کردیم جواب ندادی بسیار آقامند سرسخت هستم نامم انستاگرامم برنج جوان نمیاد یعنی اینجا نشانت بتام اینجا مسیج نمیاد ای چکو غیر در گروپ که حد میکنن اونه هم اگه ما پاکش میکنم من دیگر من اینجا 9 نفر ما را در چی کده بود در گروپ تیله کده بود این میگم با همون 9 نفر ما را در گروپ تیله کدیم حد کدیم فقط از و همه را میزنم باش اینجا بگرمش که میره ببینه خب اینه جوان سعی کن سر میم خب اینه مثلا جوانا این اینستاگرام است بازش کردیم میریم کسایی که فرن نیست مسیج کرده است مثلا اینه رفتیم در مسیج اون 9 نفر است 9 نفر درخواست داده همین نوتا کلش گروپ است ما در گروپ یک تایشه بیادرم هم که باشدم گروپ قبولش نمیکنم این سعی کو 1001 گروپ خسک و بیادر رک پچک کل اگه گت و وقت نمیشه گت هست ما در یا هیچ وقت یا را قبول نمیکنم چی میکنم من همیشه این از این تک ما استفاده میکنم از اینی خطک سرخ که اینجا هست این رقم از این گروپ ها استفاده میکنم دیده 1 میلیون مسیج کنه 1000 کرات مرا اینی پیام صوتی روان کرده است خب هر صورت مگذاریم فهمیده با ما مسیج نمیاد اگه جوان مسیج شخصی نمیاد تا کن تو گروپ کیات نکنم شابود میخوایم از زندگی نامت ویدیو بسازم کار خودت از جوان شابود خود را دفعه بعد کانیم کن بخیر خودت هیچ کسی وطن را جور کرده نمیتواند بیا توکل به خدا امیدی را داریم که وقت شوه یک زمان شوه که دست به کار و دست به عمل بزنیم تو فیصل نسل تو نمو رقم است به تو چیزا گفتنی ندارم 1 میلیون که جواب مسیج کنی ما دیگه یک کلام من که کار ما جدیستم نگفتم یک دفعه گفتم قید جواب دادن شما را پایان کردیم دیگه بالا نمیکنم 1 میلیون دو بزنی ما یک کلام برات چیزا نمیگویم خلاص ام برات میگویم که نسل وروس نسل ترام نسل ابراهیم خان آدم شدنی نیست نسل خاک فروش مرد فروش ناموس فروش که حتی دکان دارند دکانات خوار مادر زن خدا تیر بیر بدل میکنن و آدم شدنی نیست ام برات میگویم خلاص برو بان که ده تا تصیب از تیک تاک جور میکنه هرچی میکنه بکنه
بالاخره یک روز پیش خداوند حساب دادن داره. ما مسپاریمش به خداوند. اول سلام جان جورت شاه بود. خدا را شکر قربان سلامت به خیر باشی. همه مسیج ریکویست های تا چک کن. همو هستم شاه برود عزیز. در شکرت نفس. والا وطن دار دیگه او را چرا قمده گروپ که داخل شم بازوجه دیگه یک اکثر ما او را بپالم با او دیگه تکان میتی خدا 50 تا چیز که سخن رایی میکنن خوبش نمیاد جوان. بازم یک چکش میکنم گپ نیست. شما بعضی ها میگن دوستم سرت صدا زده گفته حمایتت میکنم. قضیه راست است یا نه؟ چه میکنه قضیه که به خودم مربوط داره ما همیشه که تصمیم به یک کار بگیرم جز از پدرم یک سوال مصلحت میکنم دیگه در و این شرایط البته در سر یک تعداد پدرام که یک تعداد پدرها یک تعداد میبینم که کار و کاروایی اولادش چه رقم برآمده است همه تو پدرش به نسب بوده است که هم تو اولادش هست سر همچه آدم ها همچه مردم ها سر همه تو پدر همه تو آدم هم روی سفید باشه آجی باشه پیر باشه جوان باشه اعتماد نیست بشه هر مردم هست هر گروه و هر رقم بالا آوردن میشه دیگه او مربوط خودم میشه جوان که ما غیر که خود صلاح میبینم دیگه از که از دیش شرایط صلاح نباید ببینه آدم ایتو آدم این نیست که در رای راست را نشان بده فقط مسئله تیوی خود سم میکنه دیگه کدام گپی نیست. ما شما را واره 5-6 پدر نیستم شعیب صبر نامت بخوانم شعیب فتح سنگی هستی ما چون سنجیستی چی هستی تو را واره 6 تا پدر ندارم که یک اشترام باشه دیگهش پوتین باشه دیگهش ابراهیم خان باشه دیگهش گل مرجان باشه دیگهش کل یهود باشه یک تا پدر داریم شکر خدا خلاص. بفرما احسان توسنی شابرود چی عصیبه سعید شویاره نه سعید میاره ولایت فرو بجن به آنش به حتمه کنی این مردم ناق مزاحمت میکنن شون عجیب یکان چیز بگو نه دیگه ما گفتنه بس کردیم. تشکر بسیار ما چندان عسکر هستیم در فرار شاگرد هر شب ویدیوهای تا چک میکنیم ساعت ما امروز دیر است بسیار زیاد علاقمند هستیم و بسیار آدم پردل هستی شاگرد مهم ظاهر نیست مهم باطن است خدا یارت باشه قربانه بابجی میزنی یکان آقای شاگرد میگن کجا رفتی تشکر قربانت خدا یارت شما با جانم هستی که زمین سخن گفتن همچنان قربانت وطندار شاورود میخوایم از زندگی نامت ویدیو بسازم اما معلومات ندارم درباره بیوگرافیت کار است که کجا به دنیا هدفت چی و الگوی کیست الگوی ما پروردگار ماست حدیث آیت از جوان ما دیگه الگو نداریم یک تابوت خدا بخشش رفت مرد اول خداوند می دومو که رفت دیگه و تو آدم پیدا نمیشه که الگوی جامعه شود ما 1 میلیون اینجا نوشته که هرچه که دیگه نسل دجاج دیگه که هرچه که یاد داری نوشته که نسل گوات نسل دجاج با قول عربا هرچی نوشته میکنی نوشته کنی بالا آوردن نمیشه یوتیوب است کسی یاد دارم را بگوید طریقه که من بیارم بالا کمانت تا میخوانم فهیم رسولی میخوانم جوان شاورد نسل ترامپ از فیسبوک لایف آمده